бузургон шаманд ки барои торикиҳои замони худ нур меафкананд. нури илм, нури дониш ва нури маърифат. замони қаҳрамони навбатии мо рӯи саҳнаи театр бо як ҷиддуҷаҳд, бо як ҳиссиёти хосе нақш меофарид. то ҳол чеҳрааш аз пеши назари дӯстдоронаш дур намеравад. Атто Муҳаммаҷонов. Атто Муҳаммаҷонов воқеан марди воломақом буд. хона соли 1985 ба мо калити хона додану ва мо кӯчида ба ин хона омадем. Он кас 20 сол дар ин хона зиндагӣ кардам. албатта хона дигар аст. хона зану шавҳарӣ, хона фарзанд тамоман дигар аст. ин зиндагии саҳна дигар аст. ман каса ҳамчун актёр, ҳамчун ҳунарманд мешинохта бошам гӯё. манам хеле хис мекардам. вақте ки хона меомадам, баъд аз ман мепурсиданд ки куҷо чӣ буд, кадомаш чӣ хел тубат, чӣ хел маъқул буд. лекин пеш аз оне ки ягон нақш меофаридам, хоҳ дар синамо, хоҳ дар театр, бовар кунед мана ҳам хел гарон мекарданд ки соатҳои чанди шаб аз хоб бедор ман мегуфтам сари ман ҳамин хел як фикр омад. кани ту бин чӣ шуд? ё мана ҳамин монолога ман хондам, ҳамина ту анамина фаҳм кани, ҳамина ту ман ба маслиҳат де, ту чӣ хел шуду, чӣ хел мон. хай ҳама хел гӯё ки аввал ман қати бисёр маслиҳат мекардану баъд мерафтан хай маслиҳат баъзан қабул мекардам, баъзан қабул намекардам, баъзан ҷои лозимиша мегирифтан, нолозимиша намегирифтан. ҳама хел дуюми сентябри соли 1940 дар як оилаи оддӣ тифле ба дунё омад ки ӯро худованди якка баҳри мардуми бо фарҳанги тоҷикзабон ато кардаасту падару модари бузургаш низ дидаю дониставро ато ном гузоштаанд. атои театру синамои тоҷик. ато Муҳаммаҷонов чун шоҳсутуни қалъаи ҳунар шамъи фурӯзоне буд миёни ҳамзамононаш. اینجا لباسخانه تئاتر است. اینجا همه آن لباس هایی که هنرمندان در مدت قریب 80 سال زمان ببر کرده بودند و نقش ها آفریده بودند محفوظ نگاه داشته می شود. این جامعه بابا جان غفورов از نمایشنامه درام ملت سفر محمد ایوبی است. با این جامعه استاد نقش بابا جان غفورов یعنی قهرمان ملت بازی می‌کرد و نقششون خیلی جالب برآمده بود. اینقدر نقابداران زیاد شدن، آنها که سیمای نژادی ندارند از لباس آزاده، از دسترخوان پرناز نعمت، از رشوه به خود نقاب کردند و با این نقاب عیب خود را می پوشانند. اگر این نقاب را از رویشان برداری چیزی نمی نماید. دریغا صد دریغ
دره صد دره. در حقیقت монологи آخره همینقدر بدرد، همینقدر از دل و جان با یک احساس بلند میخواندن که موی بدن راست میشد و در نهایتش میگفتن که من تاجیک هستم، بودم و میمانم. تاجیکان از خلق و دیار خود افتخار کنید، زیرا این سرزمین، این ملت با افتخارمندی میارزد. میرسد روزی که باز این ملت صاحب مرتبه خود میگردد، چون آن اصل ساده است. تخت این ملت فرهنگ ازلی، تاج این ملت روحی قوی آن است. من خوشبخت و افتخارمندم که تاجیکم. عطااکا از امره آن هنرمندانی بودند که یکی از محبوب ترین هنرمند جمهوری به حساب می رفتند. تمام صفتهای بهترینی که خاص هنرمند اصیل است همان صفتهای دارا بودند. بسیار یک غروری بلند داشتند و از این رو نه عملشان، نه اندیششان، نه اون نقش هایی که آفریدن در آن یگان پستی یا بی‌اعتنایی آدم مشاهده نمی‌کرد و بسیار مسئولیت بلند که به صحنه می برآمدند، نقش می آفریدند و اندیشه هاشان هم می گفتند و زندگی با هم همین گونه مناسبت داشتند. قسمت به من لطف کرد و من در زندگی ایجادی خود با عطای محمد جان همراه کار کردم و بخصوص در 12 سال کارم که در تئاتر لاهاتی بودم امکانیتی آمد که من با ایشان طولی 2-3 ماه یک نمایش با هم کار کنیم و از همون آغاز تا انجام روی صحنه آمدن با هم باشیم. و عادتا ما هر کاری عطا محمد جان تا این وقت که میدیدم من نتیجه میدیدم، اون حاصلی که روی صحنه آمد اونم میدیدم و مفتون میشدم. اما ما نمیدونیم، مثلا خصوصا بیننده ها نمیدونن که مثلا هر نقش چگونه آفریده میشود، با کدام زحمت، با زحمت خودی هنرپیشه یا که با کارگردان، یعنی زحمتی که زیادتر است در اینجا. این چطوره که نمیدونیم و خصوصا ما هنرمندان میخوایم این چرا فهمیم که هر هنرپیشه اگر استعداد عالی چگونه است، با کدام راه میاد به این قله بلند. و برای من خیلی عجیب بود همراه استاد عطای محمد جان که اون وقت عین رشد هنرشان بود، سن سالش هم الکی به جای آمده بود، آبروشون الکی در بالا بود و همه اطراف عطای محمد جان هنر استعداد ایشان گپ می‌زدن. برای من خیلی عجیب بود. به یگان تملق میگم من عاشق هنری این مرد، عاشق کار و سرسپردگی ایشان به این کسب شدم. صنعت تئاتر از نمود دشوارترین صنعت هاست. آن یک بحر به سرحد است. باید شناور کامل باشه که از این بحر گذری. عطا محمد جانوف به مثل که برای غرق نشدنش در این بحر از خردی شنا کردن را یاد گرفته بود. عطااکا رو به تئاتر مهر، عشق، صمیمیتی، صحنه به همین درگاه آورده است و گمان میکنم که این گونه هنرپیشه ها در چندین سالها یک بار به دنیا می آیند و محض عطااکا برای صحنه آفریده شده بودند. باید از پی کشف اسرار هنر عطااکا شوند، چون که این هنر همین خیلی کشف نشده مانده است. این چی یک قدرتی بود که یک آدمی که مثلا همگی 1.65 و 1.70 سانتیمتر قد داشتن، وقتی که به صحنه می برآمدن صحنه پر میشد. گویا که آنها از همه آنهایی که در صحنه بزرگتر و و همه این رو به واسطه آن چیزی که از قلب هنرپیشه میگذرد. هر یک با اون کس کار کردن همچون کارگردان وقتی که
یگانه چیزی که اون کس روی صحنه آوردن این همین پیسه من افسانه های موی سفید، همین افسانه های موی سفید بود که خودشون خواهشی کردن که من بسیار همین پیسه و من معقول اگر اجازه دیدن همین من خودم روی صحنه بیارم و خودشون هم نقش اساسی بازی میکردن در همین نقش موی سفید. و من در دوام کار همچون مؤلف از یک طرف می ایستادم و البته با اون کس در لحظه های لازمی یاری می رساندم، چون که من مؤلف به هر حال من به عمق اثر چقورتر نگاه می کنم و می دیدم که اون کس چخیل بالای در بالای نقش کار می کنم. اونقدر همون نقش خودشون خصوصا اونقدر خوب می بردن که همه حیران می شدن اطرافیان که از کجا این چیزا پیدا کرده است این آدم. در هر یک تمرینی که ما داشتیم همه روز من میدیدم چقدر ایشون با تمام وجود کار میکردن، با تمام وجودشون. من مثلا من در این طوری که در استاد عطا محمد جان دیدم در دیگرها کم دیدم. حتی وقتی که پشتشان به بیننده است، پشتشان به من است، من میبینم که پسی سری ایشان هم کار میکرد، کتفانشان کار. من حتی رویشون اصلا ما هنرپیشه سخن و چشماش به خود میگیرد، اما من میدیدم که اونا پشت ببینندن یا که به من شخصا چشمم از پشتی از پسی سری اونها کنده نمیتونستم. اینقدر جذاب، اینقدر انرژی داشتن که میگرفتن. اینا به گفتن آسان است. این هنری والاست، این استعدادی خداداد است که ایشان صاحب همین استعداد بودن، صاحب همین نعمت بودن. ҳар театре бо саргузашти худ, бо намоишномаи худ ва бо ҳунарманди худ фарқкунандаву беҳамтост. Ато Муҳаммаҷонов дар саҳнаи синамову театри тоҷик беҳамто буд, зеро ҳар нақше ки ӯ чӣ дар синамо ва чӣ дар саҳнаи театр меофарид диққати бинандаро то он ҳад ҷалб мекард, ки бо ҳунари волояш ҳар як бинанда ба ваҷд меомад. که صحنه می برآمدم از بالکن ها، از بیرون ها، از پشت کولیسا و از قفای صحنه ها همه آمده همون لحظه های عجیب باشه که بسیار احساسی بلند که بازی میکردن همون صحنه های آمده تماشا میکنم. این به هر هنرمند دست نمیده، هر هنرمند هم پیشه هاش احترام و دوست نمیدارن. من بسیار خودم خوشبخت می‌حسابم، چون که در چندین نمایشنامه ها ما هم بازی بودیم. قریب در 2 نمایشنامه‌ای که به صحنه گذاشتن و من نقش‌های اساسی پیشنهاد کردم. رحمتی وقتی که در نمایشنامه خط را من نوشته بودم، این فیض‌الله انصاری به من نقش شاکرزاده را دادند، پروفسور شاکرزاده. من گفتم استاد این نقش شما بازی کرده اید و این نمایش تمام مردم زمانش با تماشا کرده همه شاکرزاده حقیقی دیده بودن. بعد از شما من چه مردم قبول میکرده باشن. همونجا یک گپی گفتم تو من گوش کن، من میدانم چی کار کردن من میدانم نقشه کی با دادن من. از پی کارشون، خراکترشون، مناسبتشان به زندگی، مناسبتشان به انسان ها، به کسب، به کلی فرق میکرد و انا همین صفت هاشون در هنرشان نیز ظاهر میگشت و انا همین بود که یک ناتکراری خود تامین نموده بودند و هیچ کس با اون کس برابر شده یا خود مانند شده نمیتواند. بله،
هنر ایشان، استعداد ایشان باعث گفتنی است به خاطر آینده ها، به خاطر اون جوانانی که در این کسبند باید ببینن، باید اون ثبت هایی که هست، هر چیزی هست، هرچی بیشتر نشان دهند به مردم. مردم باید دانند این نفر که است صاحب کسبانی این ملت، هنرمندان اصیل این ملت. و باز میگم برای من عطای محمد جان اولین هاست در این کسب. هر وقتی که میشنوم یا میخونم شاهنامه، آخرین سخنان سهراب جوانمرگ همین خیلی است که چو برق آمدم رفتم اکنون چو باد. و همین سخنان دایم به یاد من استاد عطااکر را می‌بیارد. یعنی همین پیدا شدنش در تئاتر چون برق پیدا شدند و در حقیقت به همین طرز ناگهانی که پیدا شده بودند، همین خیلی ناگهانی در عین قدرت و مردی که در اون کس جوش میزد ما را پدرود گفتند. عطا محمدجانов هنرمند زندگی و اندیشه بود. در این روزها در هر نقش آفریده‌اش، در هر образи باقی گذاشته‌اش از هستی خویش درک می‌دهد. عطا محمدجانov عطای صحنه تاجیک بود. اطمینان است که یاد این مرد هنر، یاد این سرسپرده عالم ایجاد در خاطرات ما جاودانه خواهد ماند. عطا محمدجانov 9 سپتامبر سال 2002 در سن 62 سالگی از صحنه تئاتر رفت. یعنی برای ابدیت دنیا را پدرود گفت.